گرامی، امید است که صحت عافیت داشته باشین. طوری که آگاهی دارین حدود یک هفته نسبت به مشکلات ما نتونستیم ویدیو بگذاریم. آمدیم امروز به چوکگنلر و یا هم پولیگونز در مورد ازی صحبت خواهد کردیم. پروپرتی اول ما هست در مورد گرچه در اینجا چندین موضوع را یک جا تشریح کرده. در پروپرتی اولی موضوع ازی را ببینیم. اول اینه به این شکل یک دانه سه زولی. خب سه زولی را ببینین، سه راست داره. بسیار خوب. خیلی باشه خردترین پولیگون ما چی هسته؟ سه زولی هسته. از این به بعد اگر به این شکل دو دانه خط جور کنیم از این هیچ چیزی جور نمیشه. پس نظر به این همه محاسبات ما نظر به اینجا نظر به اضلاع صورت خواهد گرفت. هر قدر اضلاع باشه نظر به او هم زوایای داخلی و هم دیگه اجزای پولیگون ها را میتونیم پیدا کنیم. خب خردترین از این چی است گفتیم؟ سه زولی. بعد از او چی؟ چهار زولی. چهار زولی های مختلفی میتونیم رسم کنیم. بعد از او باز پنج زولی. پنج زولی اینه به این شکل پنج زولی. باز شش زولی. شش زولی به این شکل. شش زولی، هفت زولی. همین قسم ادامه میدیم. بسیار خوب. به خاطر از اینکه بفهمیم یک پولینوم، یک پولیگون چند دانه عنصر ضرورت داره، یعنی با چند عنصر حداقل جور شده میتونه، به خاطر دریافت از او چطور میتونیم بفهمیم؟ اگر میخوایم یک پولیگون رسم کنیم یا چند زولی رسم کنیم، در اون حالت 2n-3 دانه عنصر باید موجود باشه. به خاطر رسم کردن چی؟ به خاطر رسم کردن یک انزولی. به خاطر رسم کردن یک انزولی به 2n-3 عنصر یا اجزا ضرورت است. مثال اگر 3 زولی میخوایم رسم کنیم چند چیز ضرورت است؟ 2 ضرب 3 منفی 3. 2 3 6 منفی 3 3 عنصر ضرورت است. یا 3 دانه زاویه ضرورت است، یا چی؟ دو زل و یک زاویه ضرورت است. به این شکل اینا را میتونیم اجزای از را پیدا کنیم. خب از کدام اجزا؟ من پیشتر گفتم نه 3 دانه زاویه ضرورت است. حالا 3 دانه زاویه این مثلث با این مثلث بالا متفاوت نیست، متفاوت است. پس از اینجا تعداد زوایایی که حداقل ضرورت میشه با تعداد اضلاعی که حداقل ضرورت میشه هم از هم جدا میشه. یعنی تعداد عناصر گفتیم 3 عنصر ضرورت است. چند دانه زاویه و چند دانه زل ضرورت است، یا که اضلاع ضرورت است. این رو چطور میتونیم تشخیص بدیم؟ اگر 2n-3 باشه، n-2 ازی حداقل n-2 ازی چی باید باشه؟ لنت باشه، اضلاع باشه. و n-1 ازی چی باید باشه؟ زاویه باشه. n-1. خیلی به خاطر رسم کردن 2n-3 که گفتیم مثلث ما میخواستیم رسم کنیم، نه بیشتر از مثلث گر میزدیم. چند عنصر ضرورت داریم؟ 2n-3 یعنی 2 ضرب 3 منفی 3. 3 عنصر ضرورت داشتیم. از اینا n-2 دانه ازی چی است؟ n-2 ازی اضلاع است، زل. و n-1 ازی چی است؟ زاویه است. حداقل n-1 دانه زاویه ضرورت داریم. زاویه. بسیار خوب. خیلی از اینجا چند دانه زل ضرورت داریم؟ حداقل یک زل ضرورت داریم و حداقل 2 زاویه ضرورت داریم. نظر به این میتونیم ما یک مثلث رسم کنیم. هم شکل از این به 4 زولی میتونیم پیدا کنیم. به خاطر رسم کردن یک 4 زولی به چی چیزا ضرورت میشن؟ یک 4 زولی ما باز 2n-3 از این طریق 2 ضرب 4 8. 8 منفی 3 ما میشه 5. 5 عنصر ضرورت داریم. 5 اجزای یک 4 زولی را ضرورت داریم. n-2 چی هست؟ n-2 اضلاع هست. اضلاع. خب چند دانه؟ 4-2 2 دانه زل ضرورت هست. n-1 حداقل 3 دانه چی ضرورت میشه؟ 4-1 3 دانه زاویه ضرورت میشه. 3 زاویه زیرا باید یاد داشته باشیم و یا هم n دانه 3 دانه زاویه و 2 دانه زل ضرورت داریم. هر دو و هسته در اینجا یکی از این باشه و یکی از این نباشه گفته یک گپ نیست. این هر دو را ضرورت داریم تا که رسم بتانیم. خب بسیار خوب. The number of diagonals drawn from a vertex is n-3.
قطرهایی که رسم شده میتونه از یک مثلث چطور میتونیم پیدا کنیم؟ شما طوری که میفهمین از در یک مثلث قطر موجود نیسته. چند دانه قطر داریم؟ 0. در یک مثلث، در یک چهارزولی چند دانه؟ 2 دانه. 2 دانه. خب بسیار خوب. در یک پنجزولی هم شکل از این میتونیم پیش ببریم. اینه به شکل یک پنجزولی باشه. این قسم اینا را همگیش اگر حساب کنیم چند دانه شد؟ 5 دانه شد. 1 2 3. خب بعضی از اینا تکرار است. اون موضوع تکراری از اینا هم باید حساب شود. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 5 دانه. بله 5 دانه. خب بسیار خوب. اینا رو چطور پیدا کرده میتونیم؟ قبل از اینکه اینا رو پیدا کنیم اولین چیزی که در اینجا باید یاد بگیریم امی است که یک رأس چند قطر داره. یک رأس چند قطر داره؟ این منفی 3 دانه قطر داره. اگر این رأس داشته باشه یا این زول داشته باشه این منفی 3. خیلی 3 زولی ما چی است؟ 3 منفی 3 0. 3 زولی. بله این درست برآمد. از 4 زولی چی است؟ این مساوی است به 4. از این منفی 3 مساوی است به از یک رأس از این چند دانه؟ 1 دانه. ببین از هر رأسش یک دانه. از هر رأسش یک دانه. خب بسیار خوب. اگر 5 زولی باشه چی؟ از هر رأسش چند است؟ 5 منفی 3 مساوی است به 2. 2 دانه. از هر رأسش 2 قطر موجود هست. 2 دیاگونال قطر. خب این رو خب پیدا کردیم. اگر تعداد کلی قطرها را بخوایم پیدا کنیم، مثال دی خود 0 هست. خیلی چی کار صورت گرفته؟ تعداد کلی قطرها به این شکل است. این ضرب تعداد رأس ها ضرب این منفی 3 تعداد قطرها از یک رأس بر 2. چون تکراری میشد گفته در اینجا نشان دادیم نه با او خاطر تقسیم 2. بسیار خوب. این ضرب این منفی 3 بر 2 چی است؟ مجموعه قطرهای یک مثلث است. مجموعه قطرهای یک مثلث. بسیار خوب. این منفی 3 چی بود؟ مجموعه قطرهای یک رأس بود. یک رأس. خب چند چیز در اینجا یاد گرفتیم. اول 2 این منفی 3 رو یاد گرفتیم، این منفی 2 رو یاد گرفتیم، این منفی 1 رو یاد گرفتیم و تعداد قطرهای یک رأس یاد گرفتیم. تعداد مجموعه قطرهای مکمل مثلث را یاد گرفتیم. تعداد مجموعه قطرهای یک مثلث را یاد گرفتیم. خب بسیار خوب. اینا آخری آمدیم. در یک مثلث ما چند دانه مثلث موجود هست؟ در یک مثلث ما چند دانه مثلث؟ این را چرا یاد میکنیم؟ به این خاطر یاد میکنیم که ببینین اینجا اگر از یک رأس یک دانه قطر رسم کنم 2 مثلث تشکیل میشه. از یک رأس اگر به این شکل قطرها رسم کنم 3 مثلث تشکیل میشه. اینجا 1 2 3 4 دانه مثلث تشکیل میشه. خب خیلی نظر به چی بوده؟ ببینین در اینجا یک مثلث است خودش. در اینجا 2، در اینجا 3، باز 4 شده رفت. یعنی چی معنا میده؟ n منفی 2 3 منفی 2 1 3 منفی 2 1 n منفی 2 یعنی 4 منفی 2 2 n منفی 2 یعنی 5 منفی 2 3 n منفی 2 یعنی 6 منفی 2 4 دانه مثلث توسط قطرهای یک رأس تشکیل میشه. تعداد مثلث هایی که توسط قطرهای یک رأس تشکیل میشه چطور پیدا کرده میتونیم؟ n منفی 2 از این طریق پیدا میتونیم. طوری که دیدین در یک پروپرتی ما خیلی وقت اسپری کردیم. خب باشه سوالای از این هم حل کنیم. اینجا من این قسمت ها رو پاک میکنم، دوباره یک بار مثال ها رو حل میکنیم. حاله پیش از اینکه مثال ها رو حل کنیم 2 موضوع در اینجا از پیش من مانده بوده. این منفی 2 ضرب 180 خب پیشتر نگفتیم نی؟ مجموعه زوایای داخلی یک مثلث رو چطور میتونیم پیدا کنیم؟ مجموعه زوایای داخلی یک مثلث مثلا 6 زولی است. چطور میتونیم پیدا کنیم؟ توسط همون قطرهای یک رأس میتونیم پیدا کنیم. در اصل ببینین قطرهای داخلی یک رأس، قطرهای یک رأس ما چند مثلث جور میکنیم؟ 1 2 3 1 2 3 4 دانه. خب بسیار خوب. 4 ضربه هر کدامی از این مثلث ها چند مجموعه زوایای داخلیش چند است؟ 180 درجه. 4 ضربه 180. خیلی هر قدر که باشه
نظر به تعداد مثلث هاش ما میتونیم پیدا کنیم. تعداد مثلث ها رو چطور پیدا کرده میتونیم؟ n-2. n-2 ضرب 180 چی میشه؟ مجموعه زوایای داخلی یک مثلث. مجموعه زوایای داخلی یک مثلث. بسیار خوب. مجموعه زوایای داخلی یک مثلث. آمدیم به این که مجموعه زوایای خارجی چطور پیدا میشه؟ مجموعه زوایای خارجی طوری پیدا خواهد شد که حتی طوری نه، مستقیما هر مثلثی باشه مجموعه زوایای خارجی از این همیشه 360 است. 360. اما یک چیز فراموش نکنیم که همه از این موضوعات صدق میکنه، همه از اینایی که خواندیم به کل از اینا صدق میکنه. باید مثلث ما مثلث محدب باشه. مثلث محدب با مثلث مقعر چی تفاوت داره؟ دو نوع مثلث داشتیم، یکی مثلث مقعر بود، یکی هم محدب بود. محدب امی است که هر یکی از اضلاع مثلث را اگر ادامه بدیم در داخل مثلث هم دیگر قطع نمیکنه، و یا هر یکی از اضلاع را اگر ادامه بدیم در دو نقطه زول دیگر قطع نمیکنه. مثال یا تنها یک زول قطع میکنه بگوییم میشه. اینا را ادامه میدیم به این شکل، ببینیم تنها این نقطه هسته، تنها این نقطه دیگه هیچ زول دیگری را قطع نمیکنه، به این شکل. اما مقعر چطور هسته؟ مقعر اینه به این شکل یک مثلث باشه، به این شکل ایره فرضاً ادامه بدیم چی هسته؟ یک زول دیگری را هم قطع میکنه. خب من چطور ایره به حافظه می سپارم؟ محدب مقعر یعنی قعر فرو رفتگی واره حفظ میکنیم. محدب چی هسته؟ مثل کو واره باشه که هیچ فرو رفتگی نداشته باشه. به این شکل اینا را به ذهن می سپاریم و از اون طریق پیش میریم. خب آمدیم به حل سوال ازی. اولین سوال ما چی میگه؟ بریم خیلی سوال اول حل کنیم. سوال اول ما میگه که What number is the age of convex polygon with the sum of the interior angle 720؟ میگه مجموع زوایای داخلی از اگر 720 باشه تعداد اضلاع از را پیدا کنیم. n-2 ضرب 180 مجموعه زوایای داخلی بود، مساوی است به چند؟ 720. از این طریق ایره اختصار میکنیم. چند میبره؟ n-2 مساوی میشه به 4 و از اینجا هم n مساوی است به چند؟ 6. تعداد اضلاع از 6 بوده به این شکل. سوال دوم ما هسته What number is the diagonals and the sum of the interior angles of a convex polygon which the number of diagonals drawn from a vertex is 7؟ تعداد قطرهای یک رأسازی چند بوده؟ 7 بوده. چطور تعداد قطرها را پیدا میکردیم؟ n-3 بود. بله n-3 بود. n-3 مساوی است به 7 و از اینجا n مساوی است به چند؟ 10. تعداد اضلاع ما 10 هسته. از ما چه چیز خواسته؟ مجموع زوایای داخلی و what is the number of diagonals تعداد قطرها. خود 3 خیلی‌تر باشه. چطور میتونیم پیدا کنیم؟ اولا تعداد دیاگونال ها را من میخوایم پیدا کنم. n ضرب n-3 بر 2 بود تعداد مجموعه قطرها. خیلی از اینجا 10 ضرب 10-3 7 بر 2 مساوی است به 35 میشه. دیگهش 10 ضرب n-2 ما چند است؟ یک دقیقه. n-2 ضرب 180 ما هم چی هستن؟ مجموعه زوایای داخلی هسته. 10-2 8 ضرب 180 ما هم مساوی است به 0 8 14 1440 میشه. این به شکل میتونیم این پیدا کنیم. آمدیم به مثال سوم. What number is the vertex of polygon تعداد What number is the vertex of polygon which the sum of the interior angle is 3 times the sum of exterior angle؟ خب تعداد اضلاع را در اصل در اینجا باز هم از ما خواسته. در صورتی که میگه مجموعه زوایای داخلی ما 3 times the sum of the exterior angle. n-2 ضرب 180 ما مساوی میشه به
3 برابر زوایای خارجی باشه. مجموع زوایای خارجی همیشه چی است گفتیم؟ 360. این به حافظه میسپاریم به این شکل. 180 همراه از اختصار کنیم چند میمانه؟ 2 میمانه. n-2 مساوی است به چند است؟ 2 3 6 است. n ما مساوی است به چند است؟ 8 است. What number is the vertex of a convex polygon؟ اینجا ببینین انگلیسی از این کمی. What number is the vertex of a convex polygon which the sum of interior angle is 3 times the sum of exterior angle. Says the sum of the exterior angles. باشه یک بار ترکیش هم بخوانیم. İç açılar toplamı dış açılar toplamının 3 katı olan konveks bir çokgenin tüm köşegen sayısı nedir? همراه این هر دور ترکی همراه انگلیسیش فرق داره. köşegen sayısı köşegen ماناش چی است؟ تعداد قطرهای داخلی، تعداد کل قطرهای امی مثلث چند است میگه. خیلی از اون طریق n ضرب n-3/2 از اینجا میتونیم او هم پیدا کنیم. 8 ضرب 8-3 5/2 مساوی است به 20. این چی است؟ تعداد کل قطرهای داخلی امی مثلث است، اما تعداد اضلاع از این 8 است. خب به این شکل در ترجمه یک تفاوت بوده. A convex polygon can determine by 13 element. A convex polygon can determine by 13 element. خب چی بوده؟ 2n-3 مساوی است به چند است؟ 13 است. با 13 عنصر میتونه این تشکیل شود و یا رسم شود. How many triangles are produced by drawing diagonals from the vertex of this convex polygon؟ چند دانه مثلث از یک رأس ازی تشکیل شده میتونه؟ با رسم کردن قطرها از یک رأس چند مثلث تشکیل شده میتونه؟ 2n-3 مساوی است به 2n مساوی است به 16، n مساوی است به 8. خب از اینجا چند است؟ تعداد مثلث های ما n-2 است. 8-2 مساوی است به 6. 6 دانه مثلث توسط یک رأس ازی تشکیل شده میتونه. سوال پنجم. What is the diagonal of a polygon which can be determined by 11 element؟ خب سیست 2n-3 مساوی است به اینجا چند است؟ 11 است. n ما مساوی است به چند؟ 7. n 7 میشه. خب تعداد اضلاع از این 7. خب تعداد پولیگون ها what is the diagonal؟ تعداد قطرهایی که از یک رأس رسم میشه تعداد از اونها رو خواسته. n-3 است. 7-3 مساوی است به 4 دانه قطر از یک رأس رسم شدن میتونه. و سوال ششم ما what number is the age of convex polygon which the sum of exterior angle to the sum of interior angle ratio is 2/3؟ خب بسیار خوب. what is the number of age؟ تعداد اضلاع از چند است میگه؟ در صورتی که exterior angle sum of the exterior angle to the sum of the interior angles، در صورتی که نسبت مجموع زوایای خارجی بر مجموع زوایای داخلی مساوی به 2/3 باشه. 360 بر n-2 ضرب 180 مساوی است به چند است؟ 2/3 است. از اینجا ای همراه از اختصار شد، 2 ای هم همراه از خلاص شد. n-2 مساوی است به طرفین واسطه کنیم 3، n مساوی است به 5. تعداد اضلاع از چند بوده؟ 5 بوده. خب بسیار خوب. What number is the age of convex polygon which 3 interior angles are 120 50 70؟ تعداد خب 3 دانه از 120، 3 دانه زاویه داخلی از 120 150 و 70 باشه. سیسته and the other angles are equal to each other and 140 و دیگه تمام زوایای داخلی با هم مساوی باشه و 140 باشه. بسیار خوب. اگر انزولی باشه مجموع زوایای داخلی رو چطور پیدا میکردیم؟ n-2 ضرب 180 پیدا میکردیم. خیلی از این n-2 ضرب 180 میگیم و دیگه داخلی های از اینا 3 دانه از این معلوم هستن. 3 دانه رو بکشیم چند دانش میمانه؟ n-3 ضرب 140 باقی مانده کلگیش 140 هستن. از روی از این اجرا میکنیم. ای را همراه از ضرب بزنیم همراه از 180 n-360 مساوی است به اینجا را جمع کنیم 40 میشه. 340 جمع 140 n-3 ضرب 140. خب 140 n به این طرف انتقال بدیم 40 n میمانه
360 به اون طرف انتقال بدیم. 360 همراه 340 میشه 700 منفی 300 3412 یک ماسه 313 420 میشه 700 منفی 420 80 این میشه 280. 40 همراه از اختصار کنیم. این مساوی است به 7 میشه. 7 زولی بوده. اینه به این شکل میتونیم ایره پیدا کنیم. آمدیم به پروپرتی بعدی. پروپرتی بعدی ما چی هسته؟ پروپرتی بعدی در مورد ازی هسته که در صورتی که مثلث منظم باشه ما میتونیم از لای یکی از زوایای داخلی، یکی از زوایای خارجی و یا همه از زوایای داخلی، چرا که همهشون مساوی میشه در صورتی که مثلث منظم باشه. یعنی این کلمه رو متوجه باشیم مثلث منظم چه خاصیت داره. اینو براتون بگیم. تمام زوایای داخلی با هم مساوی است. تمام زوایای داخلی مساوی است. مساوی. اضلاع با هم مساوی. اضلاع با هم مساوی. همه زوایای خارجی با هم مساوی. همه زوایای خارجی با هم مساوی. دیگه چی داریم؟ همه زوایای خارجی با هم مساوی. خب بسیار خوب. این خاصیت های از این هست. پس تمام زوایای داخلی با هم مساوی باشه من میتونم یکی از زوایای داخلی را پیدا کنم. مثال الفا اگر نام داشته باشه مجموع همه زوایای داخلی ما چی بود؟ n-2 ضرب 180 بود یا نه؟ تقسیم n میکنم، تقسیم تعدادش. از اون طریق میتونم یکی از زوایای داخلی را پیدا کرده میتونم. اگر مجموع زوایای خارجی ما 360 باشه تقسیم تعداد زوایای خارجی میکنم n دانه هسته. n زولی باشه n دانه زاویه خارجی داره. از اون طریق میتونم پیدا کنم. پس الفا جمع بتا 180 این خود همه جای است دیگه. یک دانه زاویه داخلی با یک دانه زاویه خارجی را مجموعشان همیشه 360 درجه 180 درجه است، چون در روی یک خط مستقیم قرار داره. با خاطر دیگه مشکلی نیست، همه ما میفهمیم میره. آمدیم به مثال اول. What number is the age of regular polygon؟ ببین regular polygon ما چی گفتیم؟ مثلث منظم regular polygon have with an exterior angle of 30. میگه 30 درجه داشت، یکی از زوایای خارجی از 30 درجه باشه. تعداد اضلاع از زیر پیدا کنه 360 بر n. خب از اینجا n مساوی میشه به چند؟ n مساوی میشه به 12. اختصار میکنیم دیگه. What number is the sum of the diagonals of a regular polygon with an intensive angle اصلا interior angle of 135 است. خب یکی از زوایای داخلی از 135 درجه باشه معلوم دار چی میشد؟ n-2 ضرب 180 درجه بر n. خب بسیار خوب. اما یک چیز دیگر همیشه فراموش نکنین، regular polygon باید نوشته باشه، اگر نه اشتباه میشه از پیش ما، چون این قانون تنها و تنها به مثلث منظم هست. خب 180 ضرب از 180 n - 360 مساوی است به 135 n. 135 به اون طرف انتقال بدیم 45 n مساوی است به 360. خیلی از اینجا چند میشه؟ n ما مساوی است به 8 میبرایه. n مساوی است به 8. بسیار خوب. n 8 باشه. از اینجا sum of the diagonals باید پیدا کنیم. n-3 n ضرب n-3 بر 2. 8 ضرب 8 - 3 5 بر 2. این مساوی است به چند شد؟ 20 شد. این به این شکل. خب بسیار خوب. سوال سوم. What number is the sum of the interior angles of a regular polygon? What number is the sum of interior angles of a regular polygon? Which interior angle is 5 times sin exterior angle. اینجا امو الفا جمع بیتا را ما میتونیم استفاده کنیم. چند بود؟ 180 درجه. چرا؟ الفا جمع بیتا در اصل اینی طور اینجا را نشان بدیم. باشه این قسمت پاک کنیم. فرضاً ببینین یک زاویه داخلی و یک زاویه خارجی. مجموعی از این هر دو چند است؟ 180 درجه. اینجا از اینکه همه زوایای داخلی و همه زوایای خارجی با هم مساوی است، از همون جهت این هر دو را مساوی قرار میدیم. میگه که
which interior angle is 5 times an exterior angle. یک دانه زاویه داخلی ما مساوی است به 5 برابر زاویه خارجی است. خب از اینجا الفا جمع بیتا مساوی است به همیشه چند است گفتیم 180 درجه. خیلی در جای از این 5 بیتا میمانیم. 5 بیتا جمع بیتا مساوی است به چند است؟ 180 درجه. از اینجا بیتا مساوی است به چند درجه شد؟ 30 درجه. یک زاویه خارجی ما 30 درجه است. خب از ما چی را خواسته؟ What number is the sum of the interior angles؟ مجموع زوایای داخلی را پیدا کنیم میگه. من مجموع زوایای داخلی را میتونم پیدا کنم. اول باید اضلاع زیر تعداد اضلاع زیر باید پیدا کنم. تعداد اضلاع را چطور پیدا کرده میتونیم 360 بر n مساوی است به 30 درجه. یک زاویه خارجی ما 30 درجه شد. از اینجا n مساوی است به چند؟ 12. خیلی بسیار ساده. n ضرب n منفی 2 بر n منفی 2 ضرب 180 n منفی 2 ضرب 180 مساوی است به چی است؟ مجموع زوایای داخلی است. 12 منفی 2 چند میشه؟ 10. 10 ضرب 180 1800 مجموعه زوایای چی است؟ داخلی است. بسیار خوب. پروپرتی سوم چی است؟ پروپرتی سوم در صورتی که 5 ضلعی باشه. اینجا اینا 5 مثلثات منظم خاصی را در اینجا مطالعه میکنن. هر کدامش متفاوت است. مثال اینی مثلث منظم 5 ضلعی هست. مثلث منظم 5 ضلعی باشه. ببینین دو حالت نشان دادم. ما عین همون دو حالت در اینجا خود ما میخوایم نشان بدیم. از اینکه مثلث منظم هسته من میتونم هر یکی از زوایای داخلی را پیدا کنم. این رو خود همین ما میفهمیم نه. 5 منفی 2 ضرب 180 بر 5 چند میشه؟ 108 میشه. 3 ضرب این را همراه از اختصار کنم 5 3 15 5 6 30 3 ضرب 36 مساوی است به 108. خب بسیار خوب. هر یکی از همین اضلاع چند درجه است؟ 108 درجه است. 108 درجه. خب اگر از یک رأس ما به این شکل قطرهای از این رسم کنم اینه به این شکل قطرها این قطر با این مساوی میشه با این مساوی میشه. بسیار خوب. وقتی که اینا مساوی شود این قسمت 36 درجه میشه. چرا این همراه از این هم مساوی است. 108 و 36 اینا را مجموعش چند میشه؟ 180 درجه. از روی چی این 36 پیدا کردیم؟ ببین یک مثلث متساوی ساقین از روی از او. اینجا هم شکل از این مثلث متساوی ساقین میشه 108 یم 36 میشه. خیلی 36 اینجا حتما 36 باید شود. چرا؟ مجموع هر سی از این 108 درجه را باید بده از روی از او. این به این شکل ایره تقسیمات شد. اینی اولین حالت از این است که این اینجا نشان دادیم. خب حالت دومی از این چی است؟ در صورتی که یک مثلث منظم باشه، مثلث منظم 5 ضلعی باشه و یک عمود از رأس بالا مستقیما در ضلع مقابل رسم شده باشه. خب معلوم دار است این به 2 حصه مساوی تقسیم میشه. چند؟ 54 میشه. 54 این همراه از این اینی مکمل همراه از این هر 5 از اینا با هم مساوی است. این به این شکل یک موضوع است. خب بسیار خوب. از این دو موضوع استفاده میکنیم و در اینجا پیش میریم. اینجا چند گفته بودیم؟ 36 درجه گفته بودیم نه؟ اینجا را چند گفتیم؟ 36 درجه. اینجا را چند گفتیم؟ 36 درجه. چرا؟ ببین این از روی از اینجا را 36 و این دیگه هم امروی از 36. این از روی از اینا ای همراه از و ای هم همراه از به این شکل مساوی است. خب 36 جمع 36 چند میشه؟ الفای ما 72 هست. یعنی به این شکل الفا چند برآمد؟ 72 برآمد. رسم کردن از این را باید خوب یاد داشته باشیم. رسم ها در اینجا اکثر موضوعات ما را حل میکنه. ببینید بازم 5 ضلعی است. چند؟ 108. بسیار ساده. 108. خب اینجا 90 درجه است. خیلی چند ماند اینجا؟ 18 درجه ماند. 18 میماند دیگه. 90 جمع بله. ایزول کل از اینا با هم مساوی هست یا نیست؟ چون این ضلع مشترک در بین 4 ضلعی و 5 ضلعی هست. پس از اینجا 18 درجه است. بله 18 درجه. این ضلع همراه از این مساوی است. اینجا اگر الفا باشه اینجا الفا میشه. خیلی 2 الفا جمع 18 مساوی است به 180 درجه میشه. این در این قسمت خیلی از اینجا 2 الفا مساوی است به چند است؟ از 180 که 18 بره چند؟ 2
از 7 که 1 بر 6 162. الفا مساوی است به چند است؟ 81 میشه. یک دانه الفای ما 81. بسیار خوب. باز هم مثل پیشتر اینجا چی هست؟ ABCD یک مثلث منظم هست. اینجا را چند گفته بودیم؟ 54 درجه گفته بودیم. 54. بله 54. خب بسیار خوب. از قبل کدام تفاوتی از چی هست این حاله؟ از ما از لا را خواسته. بسیار خوب. این به این شکل یک خط اگر رسم کنم اینجا 36 درجه میشه یا نه؟ خب از این 36 چیزی به اینجا قابل استفاده نیست قسما، اما ما یک قانون خوانده بودیم خیلی درس پیشتر که در صورتی که اینجا ناصف زاویه باشه در درس های اول بود به یادتان بیه، ای زول بر از ای در نظر می گرفتیم، ای زول بر از ای در نظر می گرفتیم. اینجا 54 است. خیلی اینجا رو خب ما یاد داریم 6. چرا؟ مثلث منظم است. با خاطر ای کل از ای 6 باشه اینجا 6 است. 6 بر 3 مساوی میشه به 4 بر x گفته میتونیم. از روی از اینا را اختصار کنیم x مساوی است به 2 میبرایه. یعنی قانونی بود که در چی است؟ بایسکتورز خوانده بودیم به یادتان اگر بیاید انشالله از اونجا میتونین دوباره رفتم یک بار مرور کنین. میریم خیلی به درس بعدی ما پروپرتی. در صورتی که 6 ضلعی باشه، 6 ضلعی منظم. خب 6 ضلعی منظم هم چه قسم یک موضوع هسته؟ این به شکل یک 6 ضلعی جور میکنم. من خودم اول باشه همین 6 ضلعی تیار کار کنیم. این 6 ضلعی را ببینین. از اینکه 6 ضلعی هستن یک زاویه داخلی را من میتونم پیدا کنم. چطور پیدا کردم میتونم؟ 6 منفی 2 ضرب 180 بر 6. خیلی از اینجا 6 هم روی از اختصار شد چند میشه؟ 6 3 18. اینجا چند؟ 4 3 12 120. یک زاویه داخلی ما 120 است. این به این شکل اگر ایره پیش بریم این قسمت 120 درجه میشه. خیلی از اینکه هر دو با هم مساوی است اینجا چند خواهد شد؟ 30 درجه. 30 درجه میشه نه؟ 30 جمع 30 60 و 120 چند درجه خواهد شد؟ 180 درجه. بسیار خوب. این به این شکل. و یا از این خواسته باشیم این قسمت 90 درجه است. چرا؟ 30 جمع 90 120 میده. این حالا از این قسمت به این طرف اگر خواسته باشیم رسم کنیم باز هم شکل از این 30 درجه است. این 120 درجه. اگر اینجا A باشه این مقابل از این چی میشه؟ مقابل 120 درجه A جذر 3 میشه. خیلی اینجا هم A جذر 3 است. اینجا هم A هست. این به این شکل میتونیم اینجا هم 90 درجه میشه. همین قسم میتونیم پیش ببریم. آمدیم به دومی از این قسمت هم که در اینجا چند موضوع خاصی را هم یادآوری کرده. خب در صورتی که یک مثلث 6 ضلعی ما این به این شکل این قسم تقسیمات صورت گرفته باشه، یعنی تمام قطرهای معینه از این رسم شده و به این شکل تقسیمات شده باشه. این قسمت 60 درجه هر کدام از این 60 میشه و ای باشه اینجا ای کل از ای میشه. این به این شکل ای. خیلی این چند دانه است؟ 1 2 3 4 5 6 ضربه. اگر من مساحت از زیر خواسته باشم پیدا کنم مساحت یک دانه از زیر یاد میگیرم و دیگه شکل پیش میبرم. 6 ضرب a مربع ضرب جذر 3 بر چند است؟ چرا a مربع یک دانه اول تعدادش ضرب میزنیم 6 دانه مثلث است ضرب مساحت یک دانه از این a ضرب ساین 60 بر 2. از اینجا خیلی چند هستن؟ 6 ضرب a مربع ساین 60 ما چند هستن؟ جذر 3 بر 2. جذر 3 بر 2 هم از اول این چند میشه؟ 6 ضرب a مربع ضرب جذر 3 بر 4. این مساحت یک 6 ضلعی ما شد در صورتی که این قسم یک تقسیماتی داشته باشه. بسیار خوب. یک دانه از زیر خو اینه به شکل یک دانه از زیر خو ما اینجا پیدا کردیم. a مربع ضرب جذر 3 بر 4 و 6 دانه از 6 ضرب a مربع ضرب جذر 3 بر 4. آمدیم به سوال اول در اینجا در پروپرتی
اینجا 4 باشه اینجا 4 هسته، اینجا هم 4 هسته. خب معلوم دار اینجا 30 درجه میشه نه؟ 30 درجه یا 120 درجه. خیلی از اینجا 4 جذر 3 میشه، اینجا 4 جذر 3. خب این زاویه ما چند میشه؟ بسیار خوب، اینجا هم 4 هسته، اینجا 90 درجه هسته. 4 جذر 3 اینجا چند خواهد شد؟ 8. اینه به این شکل پیدا کردیم. چطور ایره پیدا کردیم؟ اینجا 60 درجه میشد، اینجا 30 درجه، مقابل 30 4 باشه، مقابل 90 2 برابر از او. آمدیم به سوال دوم. سوال دوم ما 6 داده شده، اینه 6. اینجا چند هسته؟ 6 جذر 3. اینجا چند هسته؟ 6 هسته. اینجا 60 درجه، اینجا چند؟ 30 درجه. خب خیلی این قسمت چند هسته؟ 12 اصلا احتیاج نداریم، ما مساحت ازی رو خواستیم. نه بله مساحت ازی. خیلی طور باشه نظر به او. 6 ضرب 6 جذر 3 بر 2. 6 ارتفاع ضرب قاعده بر 2. از اینجا چند میشه؟ 6 18 جذر 3. سوال سوم. در صورتی که 6 ضلوعی منظم باشه، اینجا 120 هستن، اینجا 30 درجه، اینجا 90 درجه. ای اگر ای باشه، اینجا هم ای هسته، اینجا هم 30 درجه. خیلی الفا اینجا هم الفا میشه. الفا 2 الفای ما مساوی است به چند هسته؟ 2 الفا جمع 30 درجه مساوی است به 180 میشه. کجا؟ این مثلثه. از اینجا 2 الفا مساوی است به 150، الفای ما مساوی است به چند؟ 75. اینه به این شکل ایره پیدا کردیم. خب این پیشترنکی تشریح سوال بود نیم، از این خیلی میگذاریم به این شکل. آمدیم به سوال 4. اینی اکس از ما خواسته، به این شکل 90 درجه رو رسم کنم. این 4 باشه، اینجا 4 اینجا 4. خیلی اینجا چند میشه؟ 4 جذر 3 میشه. 4 جذر 3 و 1 اکس مربع رو میتونم پیدا کنم. اکس مربع مساوی است به 4 جذر 3 مربع 16 ضرب 3 جمع 1 مربع، یعنی 1 دیگه. اکس مربع مساوی است به 49. اکس مساوی است به چند؟ 7. اکس مساوی است به 7 به این شکل. خب AEC 8 است. 8 جذر 3 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 از روی از این میتونم پیدا کنم. خب معلوم داره اینجا چند درجه میشه؟ 120 باشه. خب اینجا 30 درجه، اینجا هم 30 درجه. خب این دیگهش هم چند هسته؟ خب اینجا 60 درجه میشه. 60 درجه بله. از روی 8 جذر 3 8 جذر 3 هم باید بفهمیم که 60 درجه میشه. 8 جذر 3 ضرب 8 جذر 3 ضرب ساین 60 که جذر 3 بر 2 بر 2. خیلی اینا رو اگر اختصار کنیم همراه از این 2 میمانه. 3 16 ما چند میشه؟ 48 جذر 3 میشه. ضرب از زیر شما یاد دارین دیگه، احتیاج نیست اوره دوباره تکرار کنیم، با خاطر ضربش هم میگذرم. من سوالا رو یک به یک حل دارم. خب بعضی هاشون شاید آسان باشه، شما باز میتونین نصر ازو بگذارین انشالله. سیسته به امتحان هم روزای کمی مانده. دوستای گرامی هر قدر میتونین چی رو تمرین کنین، موضوع امتحانات و آزمایشی را تعقیب کنین پیش خودتان، یک به یک نظر به 100 دقیقه پیش برین و خصوصا اگر بتونین خب همون 100 دقیقه را 80 دقیقه در نظر بگیرین. در صحنه امتحان بعضا آدم هیجانی میشه و وقت خود ضایع کرده میتونه، اما هیجان و اما طریقه امتحان و اینا را کلا با خودتان تعقیب کنین انشالله بخیر. آمدیم به سوال 6. چند است؟ ای 6 جذر 3 است. خیلی اینجا 6 میشه. بله خیلی اینجا 6 باشه. از ما چی خواسته؟ مساحت این قسمت خواسته. دیگه چی را داریم در اینجا؟ در اینجا 6 خود داریم، اما چطور باید حل کنیم؟ یک چیز بیادتان است، ارتفاع ضرب قاعده. من باید این قسمت ارتفاعش باید پیدا کنم. ارتفاع ضرب قاعده کنم خلاص بخلاص. خب ارتفاع رو چطور میتونم پیدا کنم؟ این از روی ازی مکمل ازی چند است؟ یه هم 6 باشه، 6 جذر 3 میشه. خیلی نصف ازی 3 جذر 3 است دیگه، چون این معلوم دار است نصفش میکنه. خیلی از اینجا 3 جذر 3 ضرب 6 بر 2 این چند میشه؟ 9 جذر 3 میشه. یعنی به این شکل میتونیم میره پیدا کنیم. و سوال 7 ما واو، یک دانه 6 ضلوعی در 6 ضلوعی 6 ضلوعی در 6 ضلوعی 2
یم 2. خیلی اینجا چند میشه؟ 2 جذر 3 گفته میتونیم چون 120 درجه است نه. خیلی یم سی است از اونجا 2 جذر 3. خیلی یم 2 جذر 3 از من چی را خواستم؟ مساحت کلمن او پی، یعنی اینی مساحت چه خواسته. این را خب بسیار به سادگی میتونیم پیدا کنیم. چی بود؟ 6 ضرب ا مربع جذر 3 بر 4 میگرفتیم. خب 6 ضرب ا مربع یعنی 2 جذر 3 مربع است. 2 جذر 3 مربع ضرب جذر 3 بر 4. خیلی از اینجا چند میشه؟ 4 ضرب 3 میشه. 6 ضرب 4 ضرب 3 ضرب جذر 3 بر 4. 4 به 4 بره 6 3 18 جذر 3. جواب ما برآمد. اینه به این شکل 18 جذر 3. آمدیم به پروپرتی پنجم. پروپرتی پنجم باز هم در 6 ضلعی است اما با اندک تفاوت. 6 ضلعی است یا 7 ضلعی است؟ چند ضلعی؟ 8 ضلعی. 1 2 3 4 5 6 7 8 ضلعی. خب داخل 8 ضلعی چی کارا را میتونیم اجرا کنیم؟ اینا رو میبینیم. هم پروپرتی ششم ما هم 8 ضلعی است. هر دوی از اینا بالای 8 ضلعی کار میکنه. خیلی هر دویش یک جا تشریح میکنیم. اولا از پروپرتی پنجم شروع کنیم. ببینیم پروپرتی پنجم در صورتی که همه زوایای داخلی ازی با هم مساوی است. چند است؟ 8 منفی 2 ضرب 180 بر چند؟ 8. خیلی از اینجا ای 6 میشه. ای هم 8 اگر اختصار کنم از اینجا اختصار شده میتونم به 4 اگر اختصار کنم 4 2 8 4 4 16 4 5 20. ایرم امروی از اختصار کنم 3 ضرب 45 ما 135. این زاویه ما 135 درجه میشه. یم 135 همه زوایای داخلی از 135. در صورتی که 135 باشه یک دانه زاویه خارجی ما چند است؟ 45 درجه است. اگر از مرکز این دایره به این شکل از اینجا اگر این به دو رأس متواتر رسم 45 درجه او را هم دلیلش براتون بگیم. این به این شکل اگر تقسیمات ادامه بدیم این اکسمی چند دانه میشه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 دانه. خب 360 درجه است نه. 360 تقسیم 8 چند میبره؟ 360 تقسیم 8 45 درجه میبره. خیلی هر کدام از این 45. وقتی که این 45 باشه اینجا اینی زاویه همراه از این زاویه ای هر دو با هم مساوی است چون شعاع از این با هم مساوی است. این قسمت یک بار پاک میکنم تنها اینجا معلوم شد. با خاطر موضوع 45 در اونجا آمده بود. خب اینجا هر چندی که ما از 180 45 منفی میکنی 135 میمونه باز تقسیم 2 میکنین و از اون طریق میتونین این را پیدا کنین. آمدیم به موضوع بعدی. موضوع بعدی مساحت ازی است. مساحت ازی را چطور میتونم پیدا کنم؟ مثل مو در 6 ضلعی که اجرا کرده بودیم از روی از اون میتونم پیدا کنم. چی است؟ یک دانه اینمی را مساحتش پیدا کنم کفایت میکنه. این چی است؟ این اینجا آر هست. آر خب خیلی طور باشه. مساحت بی سی او مساوی میشه به آر ضرب آر مربع ضرب ساین 45 بر 2. این مقدار. این 8 دانه است. 1 2 3 4 5 6 7 8 دانه ضرب 8ش میکنیم به خاطر مساحت کل ازی. یک دانه ازی 1 بر 2 ضرب آر مربع ضرب ساین 45 دیگه هم به این شکل. این قسم میتونیم پیدا کنیم. خب آمدیم در این قسمت ازی پروپرتی ششم هم روی ازی یک جا میخوایم براتون بگیم. پروپرتی ششم ببینین اگر به این شکل یک خط رسم شده باشه و این ناره عمود اگر خط بکشیم معلوم دار اینجا 45 میشه اینجا 45 میشه. این هر دو 45. اگر اینجا این قسمت 8 جذر 2 است خیلی اینجا 8 اینجا 8 میشه. یا اینطوری بگوییم اینا را 8 و چایش شما فراموش کنین که در اینجا موجود هست. اینجا A باشه اینجا A هست و این قسمت A جذر 2 است. بعد از او باز از اینکه A جذر 2 است خیلی این قسمت هم A جذر 2 میشه چرا مثلث منظم است. خیلی این به این شکل اگر 90 درجه رسم کنیم اینی پایین هم A جذر 2 میشه. خب خیلی اینجا 45 است. 45 اینجا A جذر 2 هست. از اون طریق اینجا A. خیلی پایین از این چند میبره؟ 2 دانه A جمع A جذر 2 اینی ختم میشه. دیگه چیزی داریم؟ دیگه در اینجا اگر خواسته باشیم مساحت پیدا کنیم دیگه شه
از طریق ازی میتونیم پیداش کنیم. خب سوال اول حل کردیم به یک حسابی. چند است؟ 4. سوال اول ما میگه که آر ما 4 است. 4 مربع ضرب ساین 45 جذر 2 بر 2. خیلی این همراه ازی یک دانه ازی میره 4 جذر 2 میشه. یک دانه ازی 4 جذر 2 است. 8 دانه ازی چی میشه؟ 8 4 32 جذر 2. مکمل مساحت همه از اینا. خب همه ازی چند است؟ A B C D E F K M 72 جذر 2 است. تقسیم 8 کنیم چند میشه؟ 8 9 جذر 2. خیلی یک دانه ازی اینی قدر مساحت ازی 9 جذر 2. چطور پیدا میکردیم مساحت ازیرم؟ 1 بر 2 ضرب x مربع که اینی x ما r هسته. x مربع ضرب ساین 45 جذر 2 بر 2 مساوی است به چند؟ 9 جذر 2. خیلی از اینجا جذر 2 با جذر 2 اختصار شد. x مربع مساوی است به 9 4 36. 2 رو به اون طرف انتقال بدیم 36. x مساوی است به چند؟ 6 جواب میبراید. x 6 جواب برآمد. آمدیم به بعدی ازی A B C D E F K M کجا رفت؟ مساحت کل ازی را پیدا کنیم. میگه در صورتی که اینی قدر جای 8 جذر 2 باشه. خب 135 است نه؟ از روی 135 پیش بریم. خیلی خب دی قسمت اگر مثلی که در خود پروپرتی داده شده اینی طور مرکز ازی را تعیین کنیم و به این شکل به اینا رسم کنیم. اینجا 45 درجه بود نه؟ دو اونجا اینجا هم 45 درجه. خیلی 45 اینجا 90 درجه را مکمل تشکیل میده. این هم 45 میشه. ای هم 45 خواهد شد. یک چیز واضح است که ای 8 جذر 2 باشه اینجا 8 پیدا میشه. یعنی آر ما 8 میشه. آر 8 باشه خیلی طور باشه. چی کار میکردیم؟ 8 ضرب 1 بر 2 ضرب آر مربع ضرب ساین 45 پیش میگرفتیم نه؟ 8 ضرب 1 بر 2 ضرب آر ما 8 مربع یعنی 8 مربع یعنی 64 ضرب ساین 45 ما جذر 2 بر 2. 2 همراه از اختصار شد چند میشه؟ 16. 8 16 ما 6 8 48 4 ماسل 8 1 8 2 4 128 جذر 2 مساحت کلی ازی می باشه. آمدیم به سوال اول پروپرتی ششم. پروپرتی ششم خب پیشتر همراه ازی یک جا براتون تشریح کردیم. خب در این قسمت ببینید نیناله 8 جذر 2 بر ما داده شده. از اینجا اگر به این شکل یک 90 درجه رسم کنیم اینجا چند میشه؟ 8 میشه. اینجا 8 جذر 2 هست. بله 8 جذر 2 باشه. این قسمت هم 8 جذر 2. اینجا هم 8. در کل چند x ما چند شد؟ 8 و 16 جمع 8 جذر 2 میشه. اینو به این شکل پیدا کردیم. 6 جذر 2 جمع 12. خیلی چی معنا میده؟ اینا رو ببین موضوع مو پیشتر. این قسمت های ما چند است؟ 6 است. 6 خیلی چند است؟ 6 جذر 2 است. محیط کل زیر خواسته چند دانه؟ 8 دانه. 8 دانه زول است و یک مساله منظم است. خیلی یک زولی از این 6 باشه. 8 ضرب 6 جذر 2 از اینجا چند میشه؟ 48 جذر 2 میشه. و سوال سوم 2x جمع 2x جذر 2 است. بسیار خوب. اینه به این شکلی را اگر در قسمت رسم کنیم 2x جمع x جذر 2. یک زول ما x جمع 2 جذر 2 داده شده. اینجا x جمع 2 جذر 2 داده شده. این قسمت ما هم چی میشه؟ x جمع 2 جذر 2 میشه. خیلی اینجا چند میشه؟ x جمع 2 میشه تنها. اینجا هم چند میشه؟ x جمع 2 میشه. اینا رو ببینین کل ازی از اول بر ما داده شده که کل ازینی تا اینی خطه چند بر ما داده شده؟ 2x جمع 2x جذر 2. اینا رو ببینین جذر 2 رو ضرب بزنم 2x جمع 2x جذر 2 مساوی میشه به x جمع 2 جمع x جمع 2 جذر 2 x جمع 2 جمع x جمع 2 جذر 2 x جمع 2 جذر 2. خیلی از اینجا بر ما میشه 2x جمع 2x جذر 2 مساوی است به x جمع 2 جمع x جذر 2 جمع 2 جذر 2 x جذر 2 جمع 2 جذر 2. خب بسیار خوب
x جذر 2 ما یک دانش به این طرف انتقال پیدا کنه، ای x هم به این طرف انتقال پیدا کنه، چی میمونه بر من؟ x جمع x جذر 2 میمونه. این میشه 2 جمع 2 جذر 2. از اینجا x ما مساوی است به چند میشه؟ 2 میشه. از من x خواسته x پیدا شد به این شکل. خب پروپرتی ششم به این شکل خاتمه پیدا کرد. میبینیم چند پروپرتی دیگه داریم. 10 پروپرتی بودن، 4 پروپرتی دیگه ما مانده. گرچه یک کمی طولانی تر خواهد شد ویدیو ما. باشه باز هم ادامه بدیم. پروپرتی هفتم ادامه بدیم. ببینین اینال دوستای گرامی، پروپرتی هفتم چی را میگه؟ شما در دایره، گرچه هنوز دایره را نخواندین، اینا هم وقتی که تعداد اضلاع یک مثلث منظم این به بی نهایت تقرب کنه، یعنی بی نهایت زیاد رأس داشته باشه، تقریبا دایره میشه. قانونی که از دایره ما به یاد داریم، یک زاویه چی میگفتیم برش؟ به این شکل یادآوری کنیم. زمانی که یک زاویه محیطی یا قوس بگویم یا قوس مقابله، اگر اندازش 2 الفا باشه، زاویه مرکزی چی میشد؟ الفا میشد. اینا اگر مساوی شده بره، مثال این اندازه با این اندازه دیگه مساوی باشه، خیلی این جمع الفا خواهد شد. اگر این دیگهش هم اینمی قوس مساوی باشه، این جمع الفا خواهد شد. در اینجا هم شکل از او یک موضوع مطرح است. ببینید چطور اینی قوس ها را اندازشان با این قوس اندازش، با این قوس اندازش، با این قوس اندازش، همه از اینا مساوی است. پس اینجا اگر الفا باشه، اینی قسمت هم الفا هست و این قسمت هم الفا هست. اینجا هم الفا هست، یک زاویه محیط ما ای هم الفا هست، ای دیگیش هم الفا هست. هر کدامی از این اندازه ها الفا هست. خب چی کار کردن اینا؟ در اولی یک دانه هست، در دومی 2 دانه، با خاطر 2 الفا. در سومی 3 الفا، 3 دانه موجود است. ببین این به شکل 3 دانه، 3 الفا. خیلی هر قدر زیاد شده بره اما قدر است. اینا رو ببینین، اینجا 10 است، در مقابل از یک اندازه قوس هست، یک قوس. در مقابل از این چی است؟ 2 دانه قوس. اگر ای 10 باشه، اینجا چند میشه؟ 20 میشه، 2 برابر از او. نظر به تعداد امو اندازه هایی که تعداد قوس ها بگویم، هم اندازه قوس ها، اینجا اگر اینمی x باشه، اینجا x، این یک دانه x مقابلش 10 است، اینجا 2x مقابلش 20 میشه. اینه به این شکل. خب اینجا x جمع c هست، مقابلش چند دانه قوس هست؟ این از اینجا فکر کنید، 1 2 قوس، 2 قوس مقابلش x جمع c است، یک قوس مقابلش چی است؟ x است. خیلی نظر به این 2 قوس مقابلش 2x باید باشه یا نه؟ 2x مساوی است به x جمع c. از اینکه این یک قوس مقابلش x است، به خاطر 2 قوس مقابلش چی باید شود؟ 2x باید شود. خیلی از اینجا x به این طرف انتقال بدیم، x ما مساوی است به 30 درجه میشه. اینجا اینمی باریکی را خدا کنه شما فهمیده باشین موضوعشه. اینا رو ببینید، این مثال خیلی خوب مثال است. این 15 است، نه؟ این اینجا هم 15 درجه میشه، این اینجا هم 15 درجه میشه. اینی تو یک موضوع است. امی پیشو مقابل چند دانه قوس یا زل بگویم بهتر میشه، چند دانه زل مساوی قرار داشته باشه. اگر این داشته باشه، این ضرب 15 میشه. اگر یک دانه باشه، یک دانه. این طرف هم اگر ادامه بدیم، مثال این 15 است، باز دوباره این طرف هم اگر ادامه بدیم چند؟ 15. این به این شکلی ادامه داده میتونیم بریم. خب بسیار خوب، x پیدا کردیم. اینجا ببینیم x جمع 20 مقابلش یک زل هست، 3x منفی 15 مقابلش چند هست؟ 2 زل هست. خیلی 2 دانه x جمع 20 ما مساوی، چون یک دانه x جمع 20 باشه، 2 دانش 2 دانه x جمع 20 باشه که مساوی است به 3x منفی 15 میشه. از اینجا 2x به اون طرف انتقال بدیم، x مساوی است به 15 هم به این طرف انتقال بدیم، چند؟ 55 میشه. x 55 است. x 55 این قسمت ببینین، یک دانه از این چند است؟ 55 جمع 20 75 میشه. 75 یک دانه از این 75 است. در این طرف سرچپه نشان داده، الفا هم چند است؟ 75. این به این شکل گرفته شده باشه. خب آمدیم به پروپرتی هشتم. در پروپرتی هشتم چی را باید متوجه باشیم؟ این تو یک موضوع هست
زمانی که موضوع دایره باز هم در اینجا میاد، اگر یک زاویه محیطی باشه و یک زاویه مرکزی، هر دو را قوس مقابلشان یکسان باشه، اینجا اگر 2 الفا باشه، زاویه محیطی ما الفا میشه و یه زاویه مرکزی ما 2 الفا میشه. یا اینطوری در نظر بگیریم، سرچپه ای را یادآوری کنیم. اگر یک زاویه محیطی داشته باشیم الفا، زاویه مرکزی همو قوس مقابل از همو 2 الفا میشه، 2 برابر میشه. اینجا هم همون موضوع هسته. در صورتی که اینی زاویه مرکزی ازی 2 الفا باشه، ببینین نظر به تعداد رأس های ازی است یا نه. چند دانه زل داشته باشه اما قدرش 360 دانه میشونه. 2 الفا، ببین 2 الفا ضرب n مساوی است به 360 درجه میشونه. 2 الفا. خیلی از اینجا میتونیم بگوییم که n ما، تعداد اضلاع ما مساوی است به چند میشه؟ تعداد اضلاع ما 180 بر الفا میشه. چطور؟ یه همراه از اختصار میشه 180. الفا رو به اون طرف انتقال بدیم، 180 بر الفا. موضوع رو فهمیدین؟ نه، 2 الفا چند دانه زل باشه. 2 الفا تعداد یعنی زاویه مرکزی هسته و تعداد اضلاع هم n هسته. کل زیر مجموعش یعنی یک دوران کامل میشه. با خاطر 360 از روی از او نسبت جور کردیم و ایره فهمیدیم. آمدیم این قسمت تعداد اضلاع را از ما خواسته. بله 20 هسته. 20 مقابلش ببینین این اینجا 10، یک دانه ازی. ما نظر به یک دانه پیش رفته بودیم. این مساوی است به چند هسته؟ 180 بر 2 برابر ازی چند میشه؟ 20 میشه. یک دانه قوس مقابلش یک زاویه مرکزی ازی 2 برابر زاویه محیطی هسته. از اینجا 20 ای هم اختصار کنیم 0 با 0 میره. 2 هم رو 18. اما ما یک چیز دیگر در اینجا فراموش کردیم. ما نظر به این دو الفا نمی گرفتیم، نظر به تنها الفا در نظر می گرفتیم. خیلی نظر به مو الفا در نظر بگیریم. الفای ما یک دانه ازی بود. این قسمت بالا بیاین، یک دقیقه باشین. الفا این در اینجا ببین یک دانه ازی بود. خیلی از اینجا ای 20 شد. این قسمت 10 تنها نظر به می پیش بریم کفایت میکنه. 180 بر 10 مساوی است به 18. اینه به این شکل 18 زل داره. اینجا 15 است. باز هم تعداد اضلاع را خواسته. یک دانه ازی چند است؟ 15. خیلی رو باشه این مساوی است به 180 بر 15. اینه به این شکل ایره اختصار کنیم چند میشه؟ 5 3 15 و 5 6 30 از اینجا هم 12. جواب ما برآمد. بعد از او باز در بعدی ازی هم شکل ازمی x جمع 6 ببینیم مقابل ازی. این هر دو با هم مساوی باید باشه نه؟ هر دو دانه زاویه محیطی یک قوس مقابل، قوس تغییر نکرده، عین چیز است مساوی. هر دو باید با هم مساوی باشه. 2x مساوی است به x جمع 6. از اینجا x مساوی است به 6. خب از این طریق هم جواب ما چند میبره؟ این اینجا 12 میشه. یک دانه الفای ما خیلی تعداد اضلاع مساوی میشه به این مساوی است به 180 بر 12. این هم اختصار کنیم چند میشه؟ 6 2 12 6 3 18. از اینجا 15. جواب ما برآمد. بریم به پروپرتی بعدی. پروپرتی بعدی باز هم ادامه همون موضوع است. ایره طوری که از دایره هم به یادتان باشه، اینی به این شکل دایره یک قانون داریم که بعداً خواهد خواندیم. وقتی که یک زاویه متقابل بر اصل خواسته باشیم پیدا کنیم، اینی قوس ها را زوایایش با هم جمع میکنیم، تقسیم 2 میکنیم. اینجا 3 دانه a هست، اینجا 2 دانه a. 3a جمع 2a بر 2 مساوی است به چی میشه؟ الفا میشه. این حالی اینجا ببینین 5a بر 2 مساوی است به الفا شد نه؟ اینی زاویه را داد. اما ما از روی ازی اگر الفا داده شده باشه، از روی ازی یک دانه اینی قوس زاویهش پیدا کنیم که a هسته، اینجا هم a میشه. از او طریق چی کار بکرده میتونیم؟ n ضرب a مساوی است به چند است؟ 360 است که پیشتر هم را خوانده بودیم. خیلی از این طریق جواب ما چی میبره؟ این حالی a را از جنس الفا پیدا کنیم و در جایش بگذاریم، پس امو موضوع ما حل میشه. اینجا چی کار کرده؟ a را از جنس الفا پیدا کرده. a مساوی میشه به 2 الفای بر 5 بر 360 مساوی است به 1 بر n. خب طرفین واسطین کنیم، اینمی موضوع ما میشه یا نه؟
اونمو پیشترین کی موضوع که این دوران از این مکمل چند است؟ 360 درجه است. نظر به او پیش میریم. خب بسیار خوب، خیلی اینجا را کار کنیم. 1a 2a 3a 3a جمع 1a 4a بر 2 مساوی است به چند است؟ 80 درجه. از اینجا a مساوی است به چند میشه؟ 40 میشه. خیلی 40 ضرب n مساوی است به چند است؟ 360 است. n مساوی است به چند برآمد؟ 9 برآمد. باز هم رفتیم به نظر به چی کار کردیم؟ نظر به زاویه مرکزی. یک دانه زاویه مرکزی را پیدا کردیم که این به این شکل ای 40 درجه بود. نظر به او پیش رفتیم دیگه، باقی مانده شه. خب پراپرتی دوم هم میبینیم. از اینکه وقت زیاد سپری شد، 1 ساعت پورا کردیم، با او خاطر یک سوال از اینجا حل کردیم، بازم کوشش میکنیم یک سوال دیگر هم حل کنیم و پراپرتی دوم هم کار کنیم. بخیر. پراپرتی دوم در اصل موضوعی است که قبلا خوانده شده، هیچ احتیاجی نیست در اینجا تکرار شه. خب در صورتی که این به این شکل به ادامه دو زاویه خارجی اگر با هم به این شکل وصل شوند، این الفا هست، این جمع الفا اینجا 2 الفا میشه و این قسمت هم از این که زاویه خارجی است الفا است، 3 الفا جمع بتا 180 درجه را میده. خب یک زاویه خارجی منظم به یاد داشتیم که چطور باید پیدا کنیم. 360 تقسیم n مساوی است به یک دانه الفای ما میشد. این خاصیتی است که از قبل به یاد داریم. خب بسیار خوب، یک دانه الفا را اگر اینا رو ببینید، اینجا 60 درجه است، این چی است؟ الفا است. اینجا هم الفا هست، اینجا هم الفا است. خیلی 2 الفا اینجا 2 الفا جمع الفا 3 الفا جمع 60 مساوی است به چند درجه؟ 180 درجه، چون یک داخل یک مثلث میشنه، مجموع زوایای داخلی یک مثلث. از اینجا 3 الفا ما مساوی است به 120، الفا ما مساوی است به چند؟ 40 میشه. الفا 40، یک زاویه خارجی ما 40 درجه است. چی کار میکردیم؟ 360 بر 40 مساوی است به یک تعداد اضلاع میشد و یا اضلاع 360 بر تعداد اضلاع مساوی است به یک زاویه خارجی ما 40. این با هم اختصار شود 9 n مساوی است به 9 تعداد اضلاع میشه. در بعدیش هم شکل لازمی میتونیم کار کنیم. باشه این سوال دوم هر دوی از اینم کار کنیم. اینجا 1a 2a 3 4 5 5a بر 2 مساوی است به چند است؟ 60 است. از اینجا a مساوی است به چند میشه؟ 5 1 5 12 24 میشه. 24 بله 24 میشه. a 24 شد. یک دانه زاویه مرکزی ما 24 درجه است. 24 چیکار میکردیم؟ n ضرب 24 مساوی است به 360. اختصار کنیم 12 ضرب 2 12 ضرب 3. از اینجا 2 را هم اختصار کنیم چند میشه؟ 15. n مساوی است به 15. تعداد اضلاع ما 15 برآمد. در اینجا هم الفا ببین این قسمت هم اگر ادامه بدیم، یک دانه 2 دانه الفا 2 الفا، اینجا هم روی از 3 الفا، این قسمت چند میشه؟ 3 الفا میشه. 4 الفا جمع 60 مساوی است به چند؟ 180. از اینجا الفا مساوی است به چند میشه؟ 30 میشه. 30 الفا 30 باشه چند؟ 360 بر n مساوی است به الفا یعنی 30 درجه. این هم روی از اختصار کنیم 12 n مساوی است به 12 درجه میشه. خب دوستای گرامی، به این شکل پراپرتی دوم هم خلاص کردیم. شما باقی مانده از زیر ادامه بدین. درس خوب و خوش براتون میخوایم. روز آینده انشالله با پراپرتی های بعدی با کوادریلیترالز ادامه خواهد دادیم. سلام علیکم، روزتان خوب و خوش.